برای تیز شوهر کردن دخترها هیچ کی گناهگار نیست و سببگار هم نیست. خودشان سراسیمه میشوند. از بسیارشان از روی هوا و هوس. باید میترسن که این نقصیده میمونم. تیزتر همین ببرم من مکتب و همونه گیرم. تنها همین. مادر مجبور نمیکنه هیچ وقت که دخترش که تو شوهر کن. مادر خوب باش نمیبره که 16 ساله دختر داد است وای آینده وای چی میشود وای یکی حامله دار شود بعد چی میشود این دختر باشه من راضیم میگیرم تمام. لیش به تیز من دخترم شوهر کند و آبرو از خانه برآمده رود که آبروی من نریزد تمام. برای همین دختر مجبور میکنم به شوهر میدم. اکثریت پدر و مادرای امروزه ما مثلا فکری همو فرزند نمیکنن. کسی که همون یکم خواستگار که اومد فکر میکنن که دیگه بغیر او هیچ که نمیاد خواستگاری. دخترها راضی نیستن. مثلا مجبور میکنن. وقتی که مادر یا پدر گپ زد هیچ گفتن نمیتونن بیچاره ها. برای همه مجبورن که به شوهر براین. کم است مادرها و پدرها و والدینای ما که همین دختره بمونن بخونه کار کنه آینده برای خودش یگان چی بشه کم است. بر وقت شکردگی هم بچه 22 ساله میگه که خیلی 22 ساله بچه داره و خیلی خودش یاش برای که بر وقت شکردی. نه که پشیمونی نه کم ترک شکنی هیچ کنه میکنه. وقتی که دختر خون آبروی ما رو میرزاند یعنی مثال با کارهای هر خیله دست میزند برای هوای نخوندد شوهرش میزند. از عهده زندگی فرزند من میبراید یا نه اینش فکر نمیکنم. در قشلاق جای ها هست میخل هست شوهرشان میتیند خیلی با ساز نمیگیرن با جدا میشن با میاد یه باره پدر مادر قینتر میشه همون زندگی همون دختر همه طرف عذاب با میکشن. به فکر من که کسی که تیز تا سن 16 سالگی به شوهر میبراید و البته پشیمانی دارد. برای که قریب 80-90% همه خیلی جوانایی که بر وقت شوهر میکنن به فکر من به فهمش من آینده ندارن. بر وقت شو کردن لازم نیست. اول خوندن خونید یک چیزی که به دست گیرین که یک چیز فهمین فقط شو تنها نکنه تو سوما حساب کردن نمیتونی.